اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. بار الها در این شامگاه تو را و حمل کنندگان عرشت را و تمامی ملائکت و جمیع مخلوقاتت را گواه می گیرم بر اینکه تو الله هستی و هیچ معبود دیگری غیر از تو نیست. تو به همتا و یگانه ای که هیچ شریک نداری و محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده ای توست. در حدیث از پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم آمده است هر کس صبح یا شب این دعا را 4 بار بخواند خداوند او را از آتش نجات می‌دهد. پس برادران و خواهران عزیزم، ما کوشش کنیم که هر صبح و شام این دعا را بخوانیم از آتش جهنم نجات بیابیم. این دعا تنها 1 دقیقه صبح بعد نماز بامداد و 1 دقیقه بیگاه بعد نماز شام وقتی ما را میگیرد. ما نباید به اهمیتی بکنیم و از این نعمت بزرگ الله مهربان محروم باشیم. ما برای زندگی خوب وقت شیرین خود را از دست می دهیم. پس در این روزهای باشمار همیشه این دعا را در ورد زبان خود هر صبح و شام 4 مرتبه بیاریم تا که از آتش جهنم نجات بیابیم. در صحیح بخاری حدیث شماره 13 و صحیح مسلم حدیث شماره 71 از انس رضی الله عنه روایت است پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ کس از شما ایمانش کامل نمی شود مگر اینکه آنچه را که برای خود دوست دارد برای برادر دینیش نیز دوست داشته باشد. پس برادران عزیز، این حدیث ما را به این اشاره می کند که آنچه را ما برای خود دوست می داریم در زندگی همیشه باید برای برادران مسلمان خود این نعمتهای الله مهربان را دوست داشته باشیم و آنها را برای رهاییشان از آتش جهنم راهنمایی بکنیم. پس برادران عزیزم، این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را بر پدران و مادرانمان، بر برادران و خواهرانمان، بر دوست و نزدیکانمان، خویش و تبرهایمان و تمام بندگانی که ما آنها را دوست می‌داریم برای آنها برسانیم تا که آنها نیز از آتش جهنم نجات بیابند. بارک الله فیکم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.